بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جهمیه و مرجعیه جدید امروز سخت در جهد و کوشش هستند تا دین حق اسلام را برای اهل اسلام بپوشانند، با اساس هوا و نفسهای خبیثشان برای نصرت بدعت و مذهب شیطانیشان. و مهمی است که یک مسلمان باید بداند که اساس کفر و شرک با الله متعال از خلقت آدم علیه السلام تا امروز الى آخرت تحریف و تغییر دادن دین است، و شیطان هم در کمین است بر همین که چطور یکی را اغوا کند تا دین الله متعال تغییر بدهد و از اراده حق دورش کند. الله تبارک و تعالی از اراده و قول خبیث شیطان میگه که لعنه الله، الله لعنتش کرد، و قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. الله شیطان بعد از اینکه لعنت میکنه، از مقوله شیطان میگه که شیطان به الله متعال گفت که حتمی من نصیب خود را و سهم معین خود را با گمراه ساختن از بندگانت از اونا میگیرم. و بعد میگه که ولا اذلنهم ولا امنینهم ولا امرنهم فلیبتکن آذان الانعام ولا امرنهم فلیغیرن خلق الله. ولا اذلنهم گمراهشان میکنم و همین رقم آرزوهای دروغ برشان میدم و برایشان امر میکنم که گوشهای چارپایا را سوراخ کند و خلق الله متعال تغییر بدن. و من یتخذ الشیطان ولیا من دون الله فقد خسر خسرانا مبینا. و هر کی شیطان را به غیر الله متعال به ولایت بگیره و دوست خود بگیرد قطعا زیان خسارت آشکار کرده است. یعیدهم و یمنیهم و ما یعیدهم الشیطان الا غرورا اولئک مأواهم جهنم ولا یجدون عنها محیصا. شیطان بانا وعده میده با روزهای باطل که جز فریب و باطل برایشان وعده نمیده. همین پیروان شیطان جایشان جهنم است و هیچ راه فرار هم از جهنم ندارد. تبری در تفسیر خود، در کتاب تفسیر خود میگه که فین قال قائل و کیف یتخذ الشیطان من عباد الله نصیب مفروضا. چطور شیطان امی نصیب و سهم خود را از گمراه ساختن بندگان الله متعال میگیره؟ نمیشه برایش که این نصیب خود یا سهم خود را از اغوا و گمراه ساختن راه حق و دعوت کردنشان به طاعت شیطان که نفس و هوا یک بنده به همین زینه دادن شیطان راحت بگیرد و زینه دادن کفر و گمراهی و شرک تا از راه حق دورش کند. پس کسی که دعوت شیطان را جواب داد همون نصیب شیطان است و سهم شیطان از نصیبی که برایش تقسیم شده است. البته شیطان برای ما مستقیم نمیاره که طاعتش را کنیم، بلکه برای ما شیخ گمراه را میارد، حزب و قوم و جماعت و مذهب و دیگر جنود انس و جن خود را میارد که از قبل از سهم شیطان بوده است و که از قبل اونا از نصیب و سهم شیطان بوده هستند. و میگه که و انما اخبر جل ثناؤه في هذه الآية بما اخبر به عن شياطين من قيله. که الله متعال سبحانه و تعالی در این آیه خبر میکنه از مقوله شیطان و میگه که لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. که در این آیه الله متعال میگه خبر به ما میده که کسانی که مخالفت رسول الله صلی الله علیه و سلم را کردن بعد از هدایت که برایشان آمده، آنها از نصیب شیطان است، از نصیب که شیطان که گمان کرده بود و گمان خدا هم حق کرده است. قال الله تعالی ولقد صدق عليهم ابلیس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنین. که ابلیس همین نصیب معلوم خود را گمان میکرد حق کرد و هم پیروی شیطان را کرد الا قلیل من المؤمنین. و امروز چقدر زیاد از شیاطین مدعین توحید، اما توحید الله نه، توحید شیطانی در طاعت شیطان. عبدالله بن عمرو بن العاص میگه ان في البحر شياطين مسجونه اوثقها سليمان يوشك ان تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. برای دیگر يعلم الناس امر دینه. میگه در بحر شیاطین است که در زندان بودن که سلیمان علیه السلام محکمشان کرده بود و این شیاطین قریب است که برای بالای مردم و برای مردم قرآنشان را بخوانند و در روایت دیگر مردم برایشان دینشان یاد بده. و واقعا که امروز شیاطین زیاد است و او شیاطین بدون شک برآمده هستند و به شکل شیاطین انسی ظاهر شده هستند. طبعا که شیطان به شکل خود نمیاد، به شکل انسی میاد و یک چادر سرخ و سفید به سر خود زده هستند. همین چادر مثل عرب که به سر خود مندازن، خانه های چوکات سفید سرخ دارن به سر خود میکنن، همین رقم چادر را به سر خود انداختن و باز یک کنیه هم برای خود نمانند، ابو فلان فلانی و ابو علان فلانی
و باز در جامعه ازهر در جامعه الازهر مصر، الازهر اشعری و یا در دانشگاه مدینه منوره المدخلی چند سال شاگردی از اساتید شیاطین را میکند. بعد از اینکه شاگردی اساتید شیطان را کرد در این دانشگاه، باز میآید به مردم امر دین شریعت میده به اساس همون مذهب اساتید شیاطین، معلمین شیاطینی که در این دانشگاه درس میده. و این مسکین پیش شیاطین نه بلکه پیش اساتید شیاطین درس خوانده است و شیطان خودش تعجب میکند که اینا والله از مکان هم شرطر بودی ادامه بده باشیم. همین مسئله همیشه در هر نسل بعد نسل تکرار شده است با احداثش و با افرادش. از فتنه خوارج شروع شده، باز آمده به فتنه خلق قرآن، به فتنه اهل الرأی و باز به انکار صفات الله متعال و اشعری و باز تجسم و قدریه و غیره فرق الضال تا قرن هفت هشت که باز مسئله عذر به جهل و مسئله دیار و تکفیر مشرکین. این مسائل به وجود آمد و مردم در هر زمان حیران میماندند که حال کدام راه را انتخاب کنین، حق را از باطل چطور بفهمین. و باز کسی که از نصیب شیطان بوده حق را برای شیخ خود دیده است و برای ابو فلان و ابو علان دیده است، نه اینکه شیخ خود را توسط حق بشناسد بلکه حق را توسط شیخ خود مشناسد. مدعین دروغین توحید دعات الی باب جهنم که در دین مردمی هستند، دین مردم برای مردم به شبهات که میارن و به اقوال که سلف صالح رحمه الله میارن برای نصرت مذهب خود تا دین مردم را برای مردم بپوشاند، تا مردم را از راه حق دور کند و مذهب خود را که گمان از این دارند که به حق هستند خود را همین میخوان نسبت بدهند به ائمه مسلمین مثل احمد بن حنبل رحمه الله تعالی و شاگردانش. این به خاطر از این است که هر کی ببینی با احمد بن حنبل خود میچسبونه، به خاطر از این که کنار الله متعال واقع در حق ثبات داد و سخت در حق محکم ماندن. و همچنین حتی ای که متیمیه در کتاب درء التعارض العقل والنقل جزء 5 صفحه 205 میگه که برات به ابن حزم اندلسی ظاهری میگه که متن مختصر میکنیم. میگه که ابن حزم با وجود علم که در حدیث داشت و تا آخرش باز هم منکر صفات بود که اسماء و صفات الله متعال مثل علیم و قدیر دلالت به عالم بودن الله متعال ندارد و قدیر دلالت به قادر بودن الله متعال ندارد. و این قول و عقیده را نسبت به امام احمد رحمه الله و امثالش میده و دعوی داره که قول اهل سنت است و به مذهب اشعری بد میگه، در حالی که اشعری یکیز نزدیکتر است به اهل سنت از مذهب ابن حزم. این ملعون جهمی جلد ابن حزم کافر علم و قدرت الله متعال انکار میکند و میگه که دلالت به علم عالم بودن و قدرت بودن الله متعال نداره که به شهادت ابن تیمیه و خود را نسبت میده به احمد بن حنبل. میگه که احمد بن حنبل یا علمای سلفی گپ را زده هست به خاطر چی که مذهب خود را نصرت بده است. امروز هم امیر قوم مردم آمده هستند به خاطر نصرت مذهب باطل خود اقوال نسبت میتن به ائمه سلف، میگن که ایرا احمد گفته است و ایرا ابن بطه گفته است و ایرا ابوبکر اجری گفته است، ایرا خلال گفته است، ایرا عبدالله بن احمد بن حنبل گفته است، ایرا اسحاق بن راهوی گفته است، ایرا محمد بن نصر المروزی گفته است و الی اخره، ایرا شافعی گفته است. همین رقم تا خود نسبت بتن به او مردم که هیچ کس اختلاف نکرده است به احمد از اونا و به سوالشان و هدایتشان به طریق المستقیم. و ابن حزم هم همین رقم قول خود را نسبت به اهل سنت میداد که این قول اهل سنت است و قول احمد بن حنبل است که علم بودن الله متعال و قدیر بودن الله متعال دلالت به قدرت و علم الله متعال نمیکند. و خوب شد که ابن تیمیه گفته است صفات علیم و قدیر الله متعال انکار میکند. اگر ما میگفته که ابن حزم به این عقیده هست و منکر صفات الله متعال است و این کفر است و ضلال است و گمراهی است، از شرق و غرب بالای ما تاپا می آمد با تاپای خوارج و تکفیری و غیرات می آمد همیتون. او وقت باز قول الله و رسول هم کسی نمیدید با خاطر کی را فلان علان گفته است، ولیکن حالا که ابن تیمیه گفته است صحیح است قول الله و رسول شام مال صحیح شد. خاطر که ابن تیمیه شهادت داد که ابن حزم انکار میکرد صفت علیم و قدیر الله متعال. این شکل جهمی های و مرجع های جدید مدعین توحید دروغ و مدعین کفر به طاغوت دروغ اقاویل باطلشان را نسبت به ائمه سلف میتن و یا تعویل میکنند به اساس اهوای نفسشان اقوال ائمه سلف را رحمهم الله تعالی برای نصرت مذهب خود. و بعضی مردم قبیح شرم هستند مثل که ابن بطه رحمه الله تعالی در کتاب خود الابانه میگه که اگر اهل بدعت برای جواب گفتن نتونست و دلیل آوردن نتونست، باز برای سب و دشنام میزنن، باز برای دو دشنام میزنه و تهمت و قول زور تا بتونه غضب خود را غیظ خود را بپوشه، یعنی پایین تا غضب و غیظ خود را کم آرام کنه. اتباع ابو محمد مدنی و خود ابو محمد مدنی که نتوانست دلیل بگوید خواب و خسئوا
با شروع کردن به دادن و دشنام زدن با تهمت زدن و تهمت زدن زورا و بهتانا که خوارج هستن، تکفیری هستن، جاهل هستن، هر صفتی که هر کلمه بدی به زبانشان آمد اون انداختن به طرف کسی که بر مخالفتشان کرده است. هر صفت بدی که میفهمن برات میگن بدون شرم و حیا. وزی قوم است وقتی که امر شیاطین خود بشیند، شیاطین انسی دیگرش پرسان میکند که یا شیخ ابو فلان این دلایلی که اینها سلف روایت میکنند بسند اینو چطور کنیم؟ تکذیب کردن نمیتونه. بیاب میشیم آبروی ما میره پیش مردم. با شیخ ابو فلانش میگه که بگو اینها جاهل هستن، با شیخ ابو فلانش میگه که بگو اینها جاهل هستن، خوارج هستن، تکفیری ها هستن، غلات هستن، در مکه و مدینه درس نخواندن، دلیل را جمع کردن نمیتونن. و یا این اقوالی که اینا ذکر کرده است با اقوال متشابه دیگر ردشان میکنیم. باز برش میگه که بیخی اگر نتونستی رد کرده باز بگو اثر صحیح نیست، بگو خطا کرده هست. و انسان است، انسان خطا میکنه و سلف خطا کرده رحمه الله تعالی. سبحان الله. والله یقینا دیدیم مردم که وقتی نتونستن دلیل آوردن گفتن خطا کرده هست. قول صحیح از ائمه سلف را گفتن خطا کرده است. قول عالمی که خودشان بر از او اعتراف میکنن با امامتش با عالم بودنش، وقتی دیدن در مخالف مذهبش قرار گرفته گفته خطا کرده است. سبحان الله. امر از این مردم عجیب است. عین شکلی که بشر مریسی رأس الجهمیه الكافر علیه لعنت الله برایش گفتن که این اثر که برای ما روایت میشه از بسند از فلان و علان چطور رد کنیم یاره؟ گفت به تاویلات و به دروغ و شبهات ردشان کنیم. امروز نواسه های یک قدم پیشرفته بشر مریسی یک قدم پیشتر از او رفتن که سنت سلف خود را با پیش گرفتن و همچنین به خاطر انتشار جهل که به شکل عام و خاص، جهل که در اصول تا فروع در دین انتشار یافته است و خلق زیاد در کفر شرک مبتلا شده هستند. میخواهیم که خار به گلوی اهل بدعت باشیم که قرد کردن نتوانند ما را و اگر قرد کنند شفا نیابد، دل درد شوند، الا اینکه حق را قبول کند و دوا را بخورد و دوایشان هم فقط قبول حق باشد تا دل دردیشان گم شود و آرام بگیرد. و همچنین تحریفی که در دین کرده است بیان کنیم از کتاب الله متعال و سنت رسول صلی الله علیه و سلم و اثر الصحابه و یا قول امام مقبول که علما با امامتشان اقرار کردند از ائمه سلف الصالح و خیر القرون که دلیل حجت باشد برای مؤمن و رد باشد برای اهل بدعت و ابو محمد مدنی تاجیکی که و اتباعش که مردم را به طرف باطل دعوت داده رای هستند، عام البصر و البصیره و رد شبهاتشان که از اقوال ائمه سلف میارند باذن الله تعالی. از الله متعال میخواهیم که این عمل را خالصانه برای خود بگرداند و قبول کند از ما و قلب‌های بندگان خود را شرح کند برای قبول حق و ما را هم هدایت بدهد و کسی که به خیر رسول هم هدایت بده است. نقول مستعینا بالله. مسئله اول بیان اصل دار که دار چی است؟ دار یعنی خانه، وطن، سرزمین، در جای دو زندگی شود. قال الله تعالی و قال نوح ربی لا تذر على الارض من الكافرین دیارا. که نوح علیه السلام بر الله متعال گفت که یا ربی بر این زمین خانه ای از کفار نمان. و دار در دین رسول الله صلی الله علیه و سلم دو دار بود و هست و می باشد، دار اسلام و دار کفر. دار اسلام که سلطه و غلبه و احکام از الله دین اسلام باشد دار اسلام است و اگر سلطه داری دار و غلبه و احکام از کفار باشد دار کفر است. وقتی میگیم که احکام اسلام یعنی که در این دار مسلمین به حکم و شریعت اسلام است و به حکم و شریعت اسلام حکم میکنند، از عبادت گرفته تا بیع و شراء و نکاح و طلاق و قتال و هر خرد بزرگ مطابق شرع الله متعال. نه مثل بعض جهمیهای افغانی که مساکین دین را نفهمیدن گفتن که در اصول فقه احکام یعنی ارکان اسلام. احکام یعنی ارکان اسلام، شهادتین، نماز، روزه و حج. بس همین که حساب بود، همین احکام است، همین غلبه است و همین ظاهر است بین مردم. و افغانستان همش دار اسلام است و مردمش همش مسلمان است. و یکی از آنها کسی بود که با مدنی صحبت کرده بود و مدنی هم به نصیحتش گفته بود بدون دلیل بدون برهان گفته ولی این عقیده خوارج است، این عقیده فلان است، کسی که مخالف شما را گپ میزند. باز وقت برای مدنی معلوم شد و مذبذب بودنش کشف شد، گفت که والا من نفهمیدم، زبان افغان را شاید نفهمیدم، مشکل داشتم، باید ما پس گپ بزنیم و از قول خود گشت. اصلا مذهب ابو محمد مدنی رضایت کردن هر دو جانب است و همیشه در دو قول است. یک روز یک قول میدونه سوجویی که دیگه قول گفته است، یک روزی مردم راضی میسازه، یک روز مردم مخالف خود راضی میسازن. و این جهمی های افغانی کام را مانند فقط روزه و مانند نماز و روزه فکر کردن که همین احکام است و هدف از قول و اقوال علما در غلبه احکام که احکام اسلام یعنی نماز در او باشد. نواسه های جهم بن صفوان نفهمیدند که نماز یکی از احکام اسلام است و روزه هم و زکات هم یکی از احکام اسلام است. وقتی میگیم که احکام یعنی امر الله متعال و امر رسول صلی الله علیه و سلم در هر اوامر و نواهی، در طاعت مطلق در حکم الله متعال دون سواهم، بغیر الله متعال از هیچ کی باید طاعت نشه و امر و نهی از الله متعال و رسول صلی الله علیه و سلم باشد که این حکم به سلطه
حاکمیت و حکومت است در دار اسلام، ولو اگر اغلب مردمش کافر باشند. و دار کفر اگر همهش مسلمان باشد ولکن سلطه و حکومت و حاکمیت و امر غیر الله متعال باشد به دست طاغوت، دار کفر است. و هرگز خلاف در بین سلف ذکر نشده به ای که دار دو دار است، دار کفر و دار اسلام. ولکن به نزد محمد مدنی و کسانی که اتخذوا غیر سبیل المؤمنین سه دار است. اینها یک دار زیادگی امی تو چسباندن بدین و آوردن گفتن که دار کفر طاری، یعنی دار استراری چند مدتی. این استراری از هیچ خلاص نمیشه. سبحان الله، قرنها تیر شده است، این تا هنوز هم استراری است. تواره استراری خو حالت یک مدت میباشه و خلاص میشه. استراری از یه تا روز قیامت هست که انشاءالله این را هم شرح میتیم، وارد شبیه استراری را هم میگیم انشاءالله. امام مالک رحمه الله تعالی میگه که مکه دار کفر بود به خاطر که احکام جاهلیت ظاهر و آشکار علنی بود در کتاب مدونة الکبری، یعنی قوانین اهل شرک و نواهی مشرکین از جاهلیت در مکه غالب بود و قوت به دست کفار بود و از کفار بود. و همچنین احمد بن حنبل رحمه الله میگه که الدار إذا ظهر فيها قول بخلق القرآن والقدر وما يجري مجري ذلك فهي دار الكفر. احمد بن حنبل رحمه الله میگه که در هر داره که قول به ظاهر شود که خلق قرآن یا مثلا در مسئله قدر و هر چیزی که به هر کفر که مثلا مشابه به کفر باشد فهي دار الكفر و دار کفر است. کتاب عقیده الاحمد برواية ابو بکر الخلاء رحمه الله تعالی. احمد بن حنبل رحمه الله میگه که اگر قول به خلق قرآن ظاهر شود در یک دار کفر است. و زمانی که احمد بن حنبل زندگی میکرد در خلافت مأمون الرشید و دو برادر کافرش کسانی بودند که تمام احکام اسلام در اوجا تقریبا جاری بود الا کفر بالله سبحانه و تعالی و امر کردن مردم با کفر که با فتنه خلق قرآن که امر میکردن، در منابر مساجد دعوت میدادن و کسی قبول نمیکرد، شکنجه هم میشد، زندانی هم میشد و حتی قتل هم میشد، به اینکه باید بگن که قرآن مخلوق است. و در زمان دار کفر بود. در زمان احمد رحمه الله تعالی دار کفر بود، نگفت که دار کفر طاری، مثل که محمد مدنی و اتباعش و کسانی که در این مذهب و اینا هستن ادعا دارن که دار کفر طاری. پس مسلمین واضح بود که در زمان اغلب مردم در اسلام خود بودن و در اسلام حق بودن و حقیقت را میدانستن، اما از بطش مامون، از ظلم مامون چپ بودن و با وجود هم نگفت که دار کفر طاری، دار کفر است. پس دار مامون رشید خلیفه جهمی کافر که عقیده به این داشت که قرآن مخلوق است و دو برادر کافرش بعد از او دارشان دار کفر بود و دلیل قول امام احمد بن حنبل رحمه الله تعالی. و هر داری که به می رقم اقوال به خلق قرآن ظاهر شود، اونا شرع کردن قول به خلق قرآن، امروز شرع شده است به افغانستان و تاجیکستان و پاکستان و امثال دیگر کشورهای منتسب به اسلام به قوانین و شرع دموکراسی. از وقت یک کفر بود، دو کفر بود، از قوم ما کفرها هست. هر چی کفر که بودن از زمان آدم علیه السلام تا امروزی ما هر کفر که بودن کردن. و بعد ابو محمد مدنی میگه که کسی را که شما دیدین نماز میخوانه حکم به اسلامش بده و پشت نماز هم بخوانید، در حالی که قبلا میگفت که ما حکم به اسلام از این نفر میتیم اما نماز پشت نمیخوانیم. و بدون شک مدنی وقتی که صوتی را بشنوه حتمی باز از اقوال خود میگرده که نه، یا میگه که ما از اول میتو بودیم یا میگه ما قول نگفته است. و قبل میگفت که اگر شما یک نفر دیدین که نماز میخوانه، حیات اسلامی دار ریش داره، مثلا نماز به طریق سنت میخوانه، حکم به اسلامش بده اما نماز پشت نخوانید. من نمیفهم که قول بدعی از کجا آورده است. این قول خود را تازگی انکار میکنه. باز نمیفهم که از کدام طرف بالایش زور آمده است، یا باز نمیدانم که باز کی را میخواد راضی کند. صحابه رسول صلی الله علیه وسلم کس را که مسلمان حکم میدادن و مسلمان میگفتن برش، فاجر فاسقش را هم نماز پشت میخواندن و قتال هم امرش میکردن. شبهه‌ای که محمد مدنی میاره در موضوع اسلام حکمی و اسلام حقیقی، انشاءالله این را هم با اقوال سلف و اقوال ائمه سلف رد میکنیم که اسلام حقیقی و اسلام حکمی چی هست، با فهم سلف نه با فهم ابو محمد مدنی. مقصد محمد مدنی را بگویید که اگر میخواست باز مخالفت کند و زیاد چیغ نزند تا گولیش پاره نشود و کم دلیل بیارد از اقوال سلف، فقط چیغ میزند و قسم میخورد. والله همین عقیده خوارج است. اگر 10 مرتبه میره تکرار میکنه. سبحان الله، چیزی را بفهمد که دلیل بیارد. بس مردم گوسفندی را گیر کرده، برای هموها خود را عالم معرفی کرده است. و این مردم وقتی که دار کفر طاری میگن کسانی بودن که میگن سرزمینشان یک وقت زیر سلطه اسلام بود و باز کفار آمدن غلبه کردن، بازی به زیر غلبه کفار، ولیکن مسلمین میمانند تو.
فراموش نکنید که احمد بن حنبل رحمه الله تعالی نگفت که دار کفر طارئ، نگفت که دار کفر طارئ میشه، متوجه باشید، چون قول خلق قرآن را یهودی و نصارا نگفتن که مثلا بگید دار کفر اصلی است. قول به خلق قرآن از مرتدین است، کسانی که به اسلام بودن و مرتد شدن، کافر شدن، نه از یهود و نصارا. و نه یهود و نصارا گپ میزنند و نه اصلا به قرآن ایمان دارند، با چی برسه بگوین که قرآن مخلوق است. اینا مرتدین از اسلام گفتن که به اسلام بودن، کافر شدن و همین مقوله خود در زمان مامون رشید. احمد بن حنبل رحمه الله تعالی اداره که به حساب به دست مسلمین بود و بعد مامون رشید کافر شد و جنودش کافر شد. قسمی که سلف میگه که دین را از ملوک کرده، هیچ کس دیگه فاسد نساخته هست. جنود مامون رشید هم به عقیده مامون رشید و قضات مامون رشید هم به عقیده مامون رشید بودن و دارش هم دار کفر شد. بعد از اینکه زیر دست مسلمین به سلطه مسلمین بود و زیر دست سلطه کفار آمد. دیجا به تعریف ابو محمد مدنی و کسانی که به این مذهب هستند میگن که باید دار کفر طارئ شود، اما امام احمد بن حنبل رحمه الله تعالی این حکم بیان نداد که دار کفر طارئ، با وجودی که در زمان احمد بن حنبل مسلمین، عامه المسلمین با عقیده سلیم خود ماندن و دلیل در ادله هم است که عقیده عامه المسلمین به این بود که قرآن مخلوق نیست. ولی باز امام محمد گفت که در داره که قول به خلق قرآن ظاهر شود یا به قول به قدر ظاهر شود و مغلبه از اونا شود، دار کفر است. کجا هست که اونا گفته باشن دار کفر طارئ هست، باز تفصیل کنن و تقسیم کنن که این دار که از زیر از دار باز مردمش اسلام میمانن و آوردن این بدعت خود را به دین چسباندن و از اصول دین ساختن شد. سبحان الله، تا اندازه که حالا کسی حاضر نیست قبول کنه که دار در اسلام دو دار است، در دین رسول الله صلی الله علیه و دو دار است. میگن که نه، دار کفر است، دار اصلی باز دار کفر طارئ هست، یعنی یک دار دیگر اینا جور کردن که فرق میکنه با دار کفر اصلی. و همچنان عبدالله ابو بطین، نه ابو بطین مثل که محمد مدنی میگه، مسکین امت عربی را صحیح خوانده نمیتواند، باز مخالفین خود را که بر حق هستند جاهل میگه. الله مستعان. ابو بطین میگه که قال اصحاب الدار داران، که دار دو دار است، اسلام و کفر. دار سیوم نگفته است، میگه دار اسلام او است که احکام اسلام جاری باشد ولو اگر اهلشان مسلمین نباشد و غیر از او دار کفر است. کتاب مجموع رسائل و مسائل نجدیه قسم سیوم جزء اول صفحه 655. ابو بطین یکی از علمای نجد، متوفی سال 1270 هجری بود و یکی شاگردای محمد عبدالوهاب بود. ابو محمد مدنی خوب میشناسه. ابو بطین نگفت که سه دار است، گفت که هر چی غیر دار اسلام است همش دار کفر است. ماوردی شافعی هم میگه که دار کفر او است که لا یثبت للمسلمین علیها ید، یعنی برای مسلمین دست بالای دوجه نباشد، یعنی سلطه و زور از اسلام مسلمین نباشد. حتی از احناف اهل رای و ارجاح کسانی الحنفی میگه که تصير دار كفر بظهور احكام الكفر فيها. کتاب بداء الثاني جزء 7 صفحه 130 که دار کفر میشه وقتی که احکام غلبه سلطه از کفر شود، از کفر باشد. بدون شک واقع دیار از زمان نبی صلی الله علیه و سلم و قرون ثلاثه این بود که دار کفر اهلش همش کافر است، لا شک فی. در حدیثی که از ابن عباس در صحیح بخاری آمده است، ابن عباس رضی الله تعالی عنه میگه که كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، كانوا مشركي اهل الحرب يقاتلونه ويقاتلونه. میگه مشرکین و مؤمنین با پیش رسول صلی الله علیه و سلم با دو منزله بودن. مشرکین کسان مشرکین اهل حرب که همش کافر بود دیگه، خلاصه دیگه هیچ کدوم مسلمان نبود تا آخر حدیث. از مشرکین که امر رسول الله میجنگید و از مشرکین که در عهد با رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن. و مؤمنین همچنان، مؤمنین که امر نبی صلی الله علیه و سلم بود و مؤمنینی که نو مسلمان میشد میآمد به پیش رسول صلی الله علیه و سلم. و ایرا ابو محمد مدنی و دیگر اهل ارجاح هم میگه برای امریکا مثلا میگن که همش کفار است. باز وقت بگویی که تاجیکستان، افغانستان، پاکستان یا دیگر کشورهای منتسب به اسلام با جهد و انکار میگن که نه، تاجیکستان در با اون مسلمان ها هم پیدا میشه، مسلمان ها هم است. باز وقت بپرسی که کسانی که از مسلمین به امریکا هست چطور میشه تکفیر میشه؟ در این تکفیر شما عام تکفیرش کردین که در اصل قسمی که اینا تعریف میکنن که دار کفر اصلی همش کافر است. پس کسانی که از مسلمین در امریکا، از مثلا در اروپا، از مثلا چطور تکفیر شود؟ اونا تکفیر نمیشن، میگن نیو حکم ظاهر میگن، حکم غلبه را میگیرن، ولیکن قول خود در تضاد و تناقض میماند در تاجیکستان و الا هر دو یک حکم را دارد. در این حدیثی که ذکر کردیم دلیل است از قول نبی صلی الله علیه و سلم بعد این که برای ما آشکار شد که دار دو دار است، اسلام و کفر، و دار سیوم نیست، دار طارئ در اسلام وجود ندارد. اهل دار و کفر ساکنی دار و کفر یا همون کسانی که در آن زندگی میکنند حکمشان کفر است. ابن عباس رضی الله عنه
میگه که مشرکین و مؤمنین نزد رسول الله به دو منزله بود. یکی کسانی که در عهد نبی صلی الله علیه و سلم نبود، اهل جنگ بودن، می جنگیدن، و یکی مشرکین که در عهد با رسول صلی الله علیه و سلم بود. و این حدیث در صحیح بخاری در باب نکاح زنهای مشرک ذکر شده است. و نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم تا کسی که هجرت نمیکرد از مکه به مدینه و یا مثلا اسلام خدا می رقم که رسول الله صلی الله علیه و سلم ظاهر کرده بود در مکه ظاهر نمیشد، همیشون در حکم کفر یکسان بود. و حالا اگر سوال خلق شود که اگر مثلا یک منطقه مسلمین باشد و باز دفعتاً کفار منطقه را سر غلبه کنند و منطقه را بگیرند، این مسلمین چطور میشه؟ مسلمین خود میمانه این رقمی خوشیخ و بازی مسلمین همش کافر میشه با مجرد از اینکه طاغوت سرشان آمد؟ نه خیر. اولا برش میگم که یک وهم است، وهمش اوهام شیطان است که با گوشهای اهل بدعت برایشان شاپرانی میکنن و بفکده میرن. نمیتون دور نمیریم. واقع چند سال پیش براتون ذکر میکنیم که جماعتی که نامشان نمیگرم از هر منطقی که عقب نشینی میکرد همه محبینش، هم از عام هم از خاص همش به اون میرفت، جز کفار و جز کسانی که کفار را دوست داشت و کسانی که از عام مردم به طرف کفار میرفتن، نمی اومدن با مسلمین. منطقه جنگ خالی میماند و این واضح هست وقتی که جنگ شد هیچ کس نمیمانه، همه مردم از اون منطقه میبراین، یا میرن به طرف کفار یا میرن به طرف مؤمنین، کسی دوجه نمیماند. و همچنان بالعکس وقتی که اهل کفار با مجرد رسیدن اهل اسلام و جند مسلمین فرار میکنه، هیچ کی نمیماند. مثلا در فتح عراق و در فتح فارس همش واضح است که مشرکین همش گریختن تا جایی که ملک فارس گریخته این تا به خراسان آمد، خراسان افغانستان تا به اینجا رسید، تا برخور دوجه هلاک شد. و دومی که با مجرد که دار کفر شود اجرت فرض عین میشه که باید توجه برای، یعنی بودن یک مسلمان و برای مسلمان نیست زندگی کردن در بین مشرکین، مثل که در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم براءت از رسول الله صلی الله علیه و سلم به کسی که در بین مشرکین زندگی میکنند، الا المستضعفین من المؤمنین طبعا. و این مستضعفین واضح است که اسلام خدا ظاهر نساخته است، مثل که الله متعال در قرآن ذکر میکنه از اهل اسلام که میگه صحابه رو میگه شما نمیدونستین که در اونجا از اهل اسلام کسان بود ایمان خدا پوت میکردن از مردا و زنا و این مستضعفین به اسلام خدا است. ولیکن از این که برای ما این کمی مؤمنین در بین کثیر کافر معلوم نمیشه، حکم به اسلامشان یا کفرشان به اغلب کثیر میشه و نه به اقل قلیل. و اکثر کفار هستند و مؤمنین ممکن در 100,000 نفر یک نفر باشد که این مسئله را ان در بخش دوم در قاعده شرعی ذکر میکنیم که حکم به غالب کثیر است و معدوم حکم ندارد. همین رقم کسانی که در امریکا زندگی میکنند از مستضعفین من المؤمنین یا نمیتونن هجرت کرده یا مثلا میسر برشان نیست یا جایی نیست برای هجرت، اونا در حکم اسلام خود میماند، ولیکن حکم عام میگیرند به خاطر که اسلامشان ظاهر نشده است، مثل اسلام کسانی که از مستضعفین در مکه بودند و حکم اهل مکه و اهل کفر گرفته بودند برای خود، تا خلاف دلیل قطعی واقع نشود و علنی اسلام ظاهر نشه، مثل که رسول الله صلی الله علیه و اسلام خود ظاهر کرده بود. مثل که قریش با ابو طالب شکایت میکرده که ابن اخی قد سب الهتنا و عاب دیننا و سفه احلامنا و ضل آباؤنا، که این بچه بیادرزاده تو الههای ما را دو زد و دین ما را عیب گفت و ما را بی عقل شمرد، عقلای ما را خرد کرد و پدران ما را گمراه میدانه. همین رقم رسول الله صلی الله علیه و آله علنا دین خدا با صحابهش کسانی که اظهار کرده و کسانی که دین خود را اشکار کرده بود، همین رقم تا که زمانی که اشکار نشود در هر قوم مخالف قومش، تا وقت ما نمیتونه حکم به اسلام کسب کنیم. در اینجا ابو محمد مدنی و پاش با ما کدام خلاف ندارند در تکفیر عموم مردم در امریکا و اروپا. در اینجا خود را به یک شکل میخواین قانع کنن، اما مسئله که خلاف است او در تکفیر دیار هست که منتسب به اسلام هستند و این خلاف را هم ذکر میکنیم ان شاء الله بعد از اینکه از مسئله دار خلاص شویم و ثابت شد ما که دار دو دار است، لا ثالث لهما، که سیوم وجود ندارد. قال ابن قدامه، طبعا ابن قدامه که از بزرگان علمای حنابلة بود، ولیکن با تأسف که مفوضی بود، یعنی اسماء و صفات الله متعال، معنای اسماء و صفات الله متعال با الله متعال ترک میکرد که گویایی که ما نمیفهمیم که دست الله متعال وقتی که الله متعال گفت ید الله، نمیفهمیم که یعنی ید الله هدف الله متعال چی بوده است، در حالی که تمام سلف و خلاف قول رد میکند و تفویض و عقیده تفویض اشدتر از عقیده تعطیل است و عین تعطیل است در اسماء و صفات الله متعال و این قول اشدتر از قول جهم است و عین انکار کردن صفات الله متعال است. اما در باقی عقیده و فقه یکی از محکمترین و زور مولای مذهب حنبلی است. میگه که در کتاب المغنی
احکام نوزاد که مادر و پدرش مرده هست در دار اسلام وقت از دین پدر و مادرش معلوم نبود، این مولود حکم دار را میگیرد. احکام نوزاد که مادر و پدرش مرده هست در دار اسلام وقت از دین پدر و مادرش معلوم نبود، این مولود حکم دار را میگیرد. یعنی به خاطر که در دار اسلام مادر و پدرش مرده است و مادر و پدرش هم جاه مجهول الحال است، معلوم نیست که اسلام بود یا کفر، میگه که این مولود حکم دار اسلام را میگیرد. مگر دار کفر بود، دار کفر را میگیرد. باز میگه که فاما دار الحرب فلا نحكم باسلام والد الكافرين فيها بموتهما ولا موت احدهما لان الدار لا يحكم باسلام اهلها وكذلك لم نحكم باسلام لقيتها. میگه اما دار الحرب گفتیم که دار الحرب هر دار کفر که عهد بین مسلمین و بین اهل دار همون دار نباشه، دار حرب است، داری که به حساب جنگ است، مباح دم مباح المال. و داری که دار کفر باشه ولکن عهد بین مسلمین و بین کفار باشد، ای از مسمى و از تعریف دار حرب بیرون است. میگه در دار حرب فلا نحكم باسلام والد الكافرين فيها بموتها. طبعا دارای امروزی ما همش دار حرب است و طبعا کسی منکر از این نمیشه الا کافر معاند که دیار امروزی ما دیار حرب نیست، که بگه که دیار امروزی ما دیار حرب نیست. میگه فاما دار حرب فلا نحكم باسلام والد الكافرين فيها بموتها. میگه که در دار حرب یا همون دار کفر نوزاد کافرین را که مادر پدرش مرده است به اسلام حکم نمیکنیم. همین بچه نوزاد هم کافر است مثل مادر پدرش واره نسبت به پدر مادرش. و میگه که لان الدار لا يحكم باسلام اهلها، چرا دار حرب است و دار حرب حکم به اسلام مردم نمیشه و همچنان به اسلام و همچنان حکم به اسلام لقیت هم نمیکنیم. لقیت یعنی طفلی که در راه پیدا شود یا مثلا مادرش ولادتش کرده است باز ترکش کرده است و انداختهش به یک گوشه. رئیس ابن قدامه میگه که لان الدار لا يحكم باسلام اهلها، چرا دار حرب حکم به اسلام اهلش نمیشه. و اگر ما تطبیق کنیم و تنزیل کنیم قول ابن قدامه را در افغانستان و تاجیکستان طور مثال و در ایران، میبینیم که دار حرب است. پس با دار حرب و حکم به اسلامش نمیشه. و پیش ابن قدامه الحنبلی یکی از بزرگان علمای حنبلی و یکی از محکمترین ملاهای سخت حنبلی. و حالا واقع امروزی ما جز کافر و منافق کسی منکر نمیشه که افغانستان و تاجیکستان در دار حرب است بدون شک و تمام سرزمین های منتسب به اسلام دار حرب است امروز. بعد محمد مدنی برای اینکه دین را بپوشد و مذهب و هوای خود را نصرت بدهد که حقیقت را میفهمد و ولکن منکر میشه، میگن که این خو دار یهود و نصارا است. دار یهود و نصارا را گفته است، اروپا را گفته است، امریکا را گفته است. ای ابو محمد مدنی و اتباعت شرذمه قلیلون و بدعتی های دار کفر و تاریخ و تاجیکستان و افغانستان و دیگر کشورهای منتسب به اسلام دار حرب است. یعنی با وجودی که به این اعتراف میکنن که امروز تاجیکستان و افغانستان دار حرب است، بازم ببینی که مخالفت میکنن و میگن که نه در اینجا مردم مسلمان هم است و در اسلام حکم میکنن و در نماز خواندن و الی آخره. ولکن این دار حرب از اینا تعریف از دار حرب بیش از اینا دو دار حرب است، یکی دار حرب اصلی، یکی دار حرب طاری. سبحان الله. و باز میگن که دار حرب و طاری همین دار کفر و طاری از اینا اصل مردمشان برشان اسلام است، به خاطر اهل سنت است. کی اهل سنت است؟ قومای ما اهل سنت است. باز وقتی یک نفر رو ببینن که تنها نماز میخونه و باز ببینن که از یک کفر شده است، میگه این کافر است، باش بگو کی خو نماز خوانده است، میگه این خو کافرش با ما کفرش معلوم شده. خو امی کفر امی قوم از این با اکملش می کفر کرده هستند، نمیگه یا خو باز دادن ما اهل سنت هستیم. خب بعد با اخی نفر که تنهایی به عینش تکفیر کرده است، این خو میگه ما اهل سنت است، میگه نه ما کفر از دیده است. خی کفر قوم ته ندیدی، نمیگه قوم معلوم نیست در بینش مسلمان هم است. الله المستعان. حسبی الله و نعم الوکیل. با شیطانیت از اینا و با گمراهی از اینا. و خلاصه حتمی بدون شک و با یقین به این باور هستم که اگر شما الله متعال با اینکه الله متعال به قلب شما مهر زده هست، حتمی جدال میکنه و حتمی قول تعویل میارین بخاطر مخالفت و بخاطر نصرت مذهبتان. که تو کی هستی اینطور میگی؟ در کجا درس خواندی؟ حال شناخت الله متعال، شناخت دین رسول صلی الله علیه و سلم باید به شهادت نامه داشته باشی. از کجا؟ از مدینه و از مکه و ام القرا و از جامع الازهر الاشعری. هر وقت شهادت نامه داشته باشی او وقت باز میتونی که الله متعال صحیح شناختی و رسول الله صلی الله علیه و صحیح شناختی و دین تو صحیح شناختی. در غیر از او هم جاهل همگی دین الله متعال نشناخته است الا مدنی که در مدینه درس خوانده است. سبحان الله. همی از وحی شیطان است برای محمد مدنی که برای مردم دین را منحصر کرده است و کسانی که در مدینه درس خوانده است، کسانی که زانو زده است و پیش مداخله و پیش اهل بدعت و کفر و ضلال مدخلی و اهل کفر و ضلال الجامی یا در جامع ازهر المصر الاشعری.
دین منحصر ساخته به کسانی که دیگه درس خواندن و زانو زده هستن و پیش علمای اشعری جامی و مدخلی. در جامعه که اولا هم که ذکر کردیم، در جامعه که شیاطین دین مردم را برایش یاد میده، امر دین مردم را شیاطین برایشان یاد میده. گویا دیگران اصلا چیزی را نمیفهمند. گویا دیگران همه جاهل هستند الا کسی که دیگه درس خوانده و شهادت نامه دارد و شناخت الله متعال. و برای موحدین برادرای مؤمن خود میگم که الله متعال برای ما میگه که و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم و ان اطعتموهم انکم لمشرکون. که شیاطین به اولیای خود وحی میکنند برای جدال کردن با شما. و جدال چیزی را میگه که مناقشه کنی، مناظره کنی برای نصرت باطل، نه برای نصرت حق. میگه برای شیاطین خود وحی میکنه برای جدال کردن برای شما. اگر شما برای جدال از اینا، در این مناظره شما، در این اقوال که اینا برای شما میگه، از شما از اینا اطاعت کنید، انکم لمشرکون، بدون شک شما هم مشرک هستین با الله متعال. و اتباع مدنی قول الله و رسول صلی الله علیه و سلم را از علمای سلف و صالح را قبول نمیکنند.